امروز میخوام برات از 3 عادت بگم که اگر همین امروز ترکشون کنی 6 ماه دیگه زندگی مالیت قابل تشخیص نیست. عادت اول خریدهای هنگام بی‌حوصلگی. این خریدها خیلی خطرناک هستن به خاطر اینکه تا بهشون آگاه نشی نمیتونی ترکشون کنی. راه حلش هم اینه که قبل از خرید کردن یه کار معنادار انجام بده، یه کاری مثل نوشتن یا خوندن چند صفحه کتاب. عادت دوم خرج کردن برای نادیده گرفتن احساساته. اگر تو هم وقتی استرس داری یا احساس تنهایی میکنی باید حتما خرید کنی، یعنی پولت داره جایی میره که مواجهه با احساس باید حلش بکنه. راه حلش هم اینه که قبل از خرج کردن یه سوال از خودت بپرس: من چی لازم دارم؟ یه کالای جدید یا یه حال بهتر؟ عادت سوم اینه: خرج کردن برای جلب تایید دیگران. خرج‌هایی که از دل مقایسه میاد نه از نیاز. حالتو خوب نمی‌کنه، آیندت رو هم خوب نمی‌کنه و راه حلش هم اینه: تا 30 روز آینده این قانون رو رعایت کن. هر چی که خریدی باید فقط برای تو باشه، نه برای نگاه بقیه. این نگاه به پول کمکت می‌کنه، همراه این مسیر بمون.